قیصه 3 نصیحت مرد دانا. روزی مردی که سالها در خانه یک مرد دانا کار کرده بود، تصمیم گرفت به وطنش برگردد. پیش از رفتن از صاحب کارش درخواست کرد: این مرد دانا، مزد این سالهای من را بده. مرد دانا گفت: به جای مزد 3 نصیحت به تو میدهم. اگر قبول داری آنها را بگیر و برو. مرد کمی فکر کرد و گفت: قبول دارم. مرد دانا گفت: 1. هرگز راه میانبار ناشناخته را انتخاب نکن. هرگز در حالی که خشمگینی تصمیم نگیر. هرگز رازی را که با همسرت در میان گذاشتی فاش نکن. مرد نصایح را پذیرفت و به راه افتاد. در مسیر جاده‌های کوتاه‌تر را دید و خواست از آن عبور کند، اما نصیحت اول را به یاد آورد و از آن گذشت. بعدها فهمید که در آن راهزنان کمین کرده بودند. شب به خانه‌اش نزدیک شد، اما دید که نوری از پنجره بیرون می‌آید و مردی در خانه است. خشمگین شد و خواست فوراً داخل شود، اما نصیحت دوم را یاد آورد. صبر کرد تا صبح. وقتی وارد شد، فهمید که اون مرد برادر همسرش بوده که برای کمک آمده بود. چند روز بعد، همسرش از او رازی را پرسید، اما او نصیحت سوم را به یاد داشت و چیزی نگفت. بعد فهمید که او فقط می‌خواست وفاداریش را آزمایش کند. مرد دانا با این نصایح جان و زندگی او را نجات داده بود.